امروز قصد داریم که راجع به جوابیه امیر تتلو در خصوص لغو کنسرتش با شما صحبت بکنیم. امیر تتلویی که با انتشار این پست در روزهای گذشته، که البته متن این پست رو هم در اینستاگرام خودش ادیت کرده بود و متن جدید رو گذاشته بود، به مردم گفتش که کنسرتش لغو شده و قرار نیستش که کنسرتش برگزار بشه. ببینید اگر وارد اینستاگرام امیر تتلو بشید، اون استاد ادیت کردن مطالبه. الان اینو نوشته، اما روز اولی که ما از پیجش عکس برداری کردیم، متن یه چیز دیگه بود که نوشته بود که دوستان من تصمیم گرفتم که این کنسرت رو کنسل کنم و به دلیل اسکل بودن تهیه کننده از این صحبت ها که ما تهیه کننده کنسرت امیر تتلو رو پیدا کردیم، باهاش مصاحبه کردیم که تهیه کننده برنامه امیر تتلو طبق اسنادی که ما نشون داد. ببینید اینجا از سایت بلیتیکس نوشته شده که 33 تا بلیت در تاریخ دیروز، البته عکس برای من فرستاده بود، بیشتر فروش نرفته. و حالا بریم تیزر کلیپی که من ساخته بودم و مصاحبه رو که با آقای کیان محمدی ها کرده بودم در حد 1 دقیقه ببینیم، بیایم تا جوابی امیر تتلو و فایل صوتیش رو هم برای شما پخش بکنم. قبل از هر چیزی لطفا کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، حتی اگر از این آدم خوشتون نمیاد ویدیو رو لایک کنید که بالا بیاد، و برای دوستان خودتون توی فیسبوک و توییتر و تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی ویدیو رو به اشتراک بذارید. خب بریم گوش بدیم در حد 1 دقیقه که چه اتفاقاتی افتاد، برای چی کنسرت امیر تتلو کنسل شد، و بعد جوابی امیر تتلو رو هم میشنویم. خب من بدم از اول پرده های لغو کنسرت تتلو رو برای شما رو بکنیم. ولی اصلا این خبرها نیست. 4 میلیون فالوور و طرفدار و ایشون فقط حاشیه‌اش زیاده. شرکت برای ایشون خونه‌ای که اول گرفته بود 11,000 یورو گرفته بود. پنتهاوس بهترین نقطه استانبول. چرا دوربین بالا سر ماست، در صورتی که اون دوربین حتی پلیس هم اومد یقه بود. این یک ایراد روشن بود. چراغ دوربین روشن بود. ولی ما ببینید بلیتیکس دیگه خودتون میدونید یه سایت مرجعیه، درسته؟ آره. بلیتیکس یه سایتیه که ما با راحتی ایمیل میزنیم و تعداد فروش معلوم میشه، نمیشه توش دخل و تصرفی کرد. آره دزدی کرد یا شارلاتان بازی یا دروغ و دغلی گفت. درسته؟ ایشون 33 تا دونه بلیت تا امروز فروخته. 33 تا دونه بلیت. اوکی. تعداد بلیت هایی هم که تهران دست آقای وحید علوی بوده 500 عدد بوده که از اون 240 تا دونه فروخته. یعنی ایشون کلا 276 عدد بلیت فروخته. خب بعد از اینکه این ویدیو به صورت کامل منتشر شد در صفحات اجتماعی، اسم چند نفر در این کلیپ اومده بود که نسخه طولانی ترش رو میتونید برید در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده ببینید. نکات مهمی داشت. اولا این بودش که امیر تتلو با بیش از 4 میلیون فالوور چرا 30 تا بلیت بیشتر نفروخته و این یکم 33 تا بیشتر نفروخته، که این یکم به مذاق امیر تتلو طرفداراش خوش نیامد که ما این سند رو نشون میدیم که اینجا طبق سندی که سایت بلیتیکس داره 33 تا بیشتر ثبت نکرده. سند رو هم آقای کیان محمدی ها تهیه کننده برنامه امیر تتلو به ما داده بود. اما اولین واکنش از سمت آقای وحید علوی اومد بیرون که وحید علوی گفتش که ببینید این عکس‌ها رو، گفته که توی مصاحبه 3 صابون رو بعد می‌نوشته توی مصاحبه‌ای که محمد تهیه کننده قبلی امیر تتلو با یک فرد کرده بود که منظورش ما بودیم، گفته بود که ما فقط 500 بلیت به تهران فرستادیم. یعنی از نظر شما حجم به این زیادی فقط 500 تا بلیت. خیلی سوتی‌های دیگه در ویدیوی 22 دقیقه‌ای دیده شده که به زودی رونمایی می‌کنیم. خب که نشون داده که من این همه بلیت دریافت کردم و این 500 تایی نیستش که آقای کیان محمدی ها گفته. خب نکته جالب اینجا هستش که این تعداد بلیت تا حالا فروش نرفته، پس در باکس اینا هست که عکس برداری شده. ولی خب ما به آقای وحید علوی هم پیام دادیم که خیلی از دوستان میگفتن که باید با دوستان مشاوره میکردید و نکردید، جواب اونا رو نشنید، عدالت رسانه‌ای رعایت نکردید. ببینید وحید علوی، من براش پیام فرستادم که سلام، فردین هستم، خبرنگار برنامه پشت پرده، خواستم یک مصاحبه با شما داشته باشم در خصوص کنسرت بلیط‌های تتلو. مضمون این بودش که جوابی به من نداد. به امیر تتلو هم پیام دادم، شماره تلفنم رو برای امیر تتلو گذاشتم، اما ایشون هم پاسخ نداد، تا اینکه اومد امیر تتلو یک پستی رو در اینستاگرام خودش گذاشت که بیش از 123,000 نفرم دیدن. پست رو ببینیم که چی گفته. بعد از اون در کنارش یک فایل صوتی هم هست که بهتون نشون میدم. یعنی می‌خواسته جوابیه بده. گفته متنش هم اینجوری هستش که نمیدونم چرا من که گیر دادم به غیر از حرفه‌ای بودنش و بلیتاش فروش نرفته، 30 تاش فروش رفت و قبلش 3000 تا بود. میگفتش که منظور این بودش که میگفت به من قبلش گفته بودن 3000 تا بلیت فروش رفته و الان که میگن 30 تا من دارم تعجب میکنم. خب ببینیم این فایل جوابی امیر تتلو رو.
و اینکه شما گل رو قبلا زدی به هیچ کدوم از اینا فکر نکردی. فایل صوتی که امیر تتلو برای آقای کیان محمدی ها فرستاده بوده رو داره برای مردم پلی میکنه. من این فایل صوتی رو کامل دارم، حالا ایشون نصفه پخش میکنه، من کامل الان براتون در این فایل ویدیویی پخشش میکنم. خب عجله‌ای تصمیم گرفتی، یه روز دنبال ویلا گشتی، دیدی گلون خوشت اومده از قیافه و چوب موهای توش، به نیاز من فکر نکردی که من احتیاج به پرایوسی دارم، نه اینکه یارو با زن و بچهش بیاد از اینجا وسایل جمع کنه. دقیقاً فهم داری، قربون شکلت دارم، حق داری. به خدا من این صدای کیان محمدی هست که ما در مسابقه خودمون ازش مسابقه گرفته بودیم و خیلی معترض بود به رفتار غیر حرفه‌ای البته امیر تتلو. میدونستم دیگه دوربین تو خونش هست. به خودم الان خیلی ناراحت شدم، گفتم اصلا ما نمیخوایم اینجا بمونی و اینکه دقیقاً فرمایش درسته. من به خدا جز شرمندگی چیزی ندارم، فقط دقیقاً وایسا تا این الان اینا حق ندارن دوربین کار بذارن تو اتاق خواب. اصلا این کار به نظر من غیر قانونیه، اصلا حق ندارن. خب این فایل صوتی مثل اینکه صداش رو بسته امیر تتلو، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. خب به هر حال این جوابیه بود که امیر تتلو داده بود، گفته بود که اگر هم روز اولی که اومدم دوباره فلان کارو نمی‌کردید، با هزار تا التماس اومدید با من قرارداد بستید و باید از همون اول بهتون فوش میدادم و باهاتون قرارداد نمیبستم. خب امیر تتلو کلا یه متن 6 خطی نوشته، 500 تا فوش درونش میبینیم که جالبه. حالا بریم فایل صوتی کامل امیر تتلو پخش بکنیم براتون که به آقای کیان محمدی ها چه فایل صوتی رو فرستاده بود. شما گل رو قبلا زدی، به هیچ کدوم از اینا فکر نکردی، عجله‌ای تصمیم گرفتی، یه روز دنبال ویلا گشتی، دیدی گرون خوشت اومده از قیافه و چوب موهای توش، به نیاز من فکر نکردی که من احتیاج به پرایوسی دارم، نه اینکه یارو با زن و بچهش بیاد از اینجا وسایل جمع کنه بره بی کلاس بازی. مرغ و خروس اینجا من احتیاج ندارم. نمیدونم تاب بچه و درام بچه من احتیاج ندارم. عوض این که حواست به نیاز من باشه، به کیرت بوده همه اینا. روز آخری اومدی ویلا گرفتی، هم پولو ریختی دور، همین که الان نمیدونی چیکار کنی. هرچی هم که بهت میگم میگی سلطان ببخشید نمیدونم برای اون یکی هتل میگیرم، برای این یکی هتل میگیرم. اگه قرار بود ما برای این و برای اون هتل بگیریم، کست خارمون خندیدیم اومدیم تو ویلا. خب داداش تو خونه نشسته بودیم دیگه، واسه چی دیگه اومدیم ویلا که دوستامون بیان پیشمون. حالا هی من اینو به تو بگم، هی تو میگی من برای اینا هتل میگیرم. قرار نیست حرف منو بفهمی. سرلنگاری و این کارایی که باید براتون اول از همه رفاه آرامش من مهم باشه، خار مغز منو گایدید. اینم که وضعیت بادیگارد و وضعیت اون یکی کسمشنگه و نه یک کلمه حرف بلدن بزنن، نه یک کلمه گاون همشون. هرچی هم میگم که میگی ببخشید و نمیدونم تاج سری و من نمیدونم. باشه دیگه نمیدونم. حالا من ببینم اینجا اگر تونستم برنامه‌ای درست کنم که عصبی نشم، مادر همه رو نگام، که همینجا میمونم. اگرم نموندم که وسایلمو میذارم تو همین 20 صاحب مونده جا، میرم دبی یه 2 هفته ریلکس کنم برمیگردم دیگه. تو که دیگه هیچ کاری ازت بر نمیاد، پولم دادی کنسلش هم میگی نمیتونم بکنم و هرچی هم بهت میگیم یا میگی ببخشید یا میگی نمیشه یا میگی گفتیم نشده یا یه نوار ضبط شده ای دیگه بحثی باهات ندارم. خب بله این فایل صوتی بودش که به صورت وایس مسیج امیر تتلو برای کیان محمدی ها تهیه کنندش ارسال کرد بود. کیان محمدی ها هم دلخوریایی داشت، میگفت امیر تتلو بند نداره، نمیدونم با کسایی که آهنگای قبلیشو تنظیم کرده بودن دعوا کرده بوده و ما شروع کردیم آهنگا رو دوباره ضبط کردن که برای کنسرتش آماده بکنیم. در خصوص این خونه هم توضیح داده بود که معمولا خونه‌هایی که قیمتشون در ترکیه بالا هستش به لحاظ امنیت صاحبخونه میاد توی خونه دوربین نصب میکنه که ما بعضی جاها میبینیم، اما در اتاق خواب خب یکم جای سوال هستش. اما با تحقیقاتی که کردیم توی بعضی از خونه ها توی اتاق خوابش هم دوربین نصب میکنن که راه حلش هم این هستش که شما میتونید مثلا روی دوربین چسب بزنید یا روی دوربین رو ببندید اگر راضی نباشید به خاطر اینکه بخواد تصویرتون ضبط نشه. اما خب امیر تتلو از این قضیه شکایت داشت و میگفتش که این دوربین
که توی اتاق خوابش بوده براش مشکل ایجاد کرده بوده و به هر حال مشخص نیست که اتفاقات و این جریان‌های پشت پرده رو اینا میخوان چجوری جمع بکنن. امیر تتلو پست میذاره، ادیت میکنه، نمیدونم، بعد میان میگن که 500 تا بلیت دادیم، بعد اینجا دوباره اسناد نشون داده میشه که نه بیشتر از 500 تا بوده و آقای وحید علوی ادعا میکنه که خیلی بیشتر بلیت دستش بوده. اما چیزی که مشخصه، آقای علوی هم که اینا رو نشون داده، این هستش که بلیط ها هم فروش نرفته. یعنی حالا بگیم ما 1000 تا یا 2000 تا بلیط دستش باشه، اما با این عکسی که نشون داده مشخصه که بلیط ها فروش نرفته، چون طبق حرف آقای و این تهیه کننده آقای امیر تتلو، آقای کیان محمدی ها، گفته که سایت بیتیلیکس 33 تا بلیط به من نشون داده برای فروش. اگر فروش بیشتری هست به ما بگن. 200 تا بلیط توی ایران فروش رفته. این صحبت هایی هستش که سایت بیتیلیکس و به نقل از سایت بیتیلیکس و آقای کیان محمدی ها ما منتشر داریم میکنیم. حالا باید ببینیم که خود امیر تتلو یا دوستان نزدیکشون یا فرصتی دارن که به ما جوابیه بدن یا نه. مرسی از شما.